به شما باید رسونید. چیزی را که خداوند فرمان باید بدهید، چیزی را که من میدونم من با شما میگم. بگذار اگرچه ممکن که با طبع دل شما نباشد، لیکن ما با طبع دل هیچ کدام کار نداریم. من طبع دل شریعت میگم. شریعت چیزی میگه همه را میگیم و طبع دل کسی ما چقدر نیستیم. از این لحاظ انشاءالله خدا امیده اگر الله مهلت مونده من با شما با مصلحت و اگر شود صحبت شما بیان کنم که بخواهد یک صحبت میکنیم، زیرا که در این خیلی ملک ها برادر عزیز حضرت محرمی میگه که آدم 3 روز اگر خراب نخورد هلاک نمیشه. یعنی 3 روز خراب نخورد هلاک نمیشه. یکی 3 روز اگر امر به معروف گوش نکرد قلب هلاک میشه. وقتی آدم قلبش هلاک شدن به معنی این نیست که دل بزنه و منو تبندم. قلب هلاک شدن به معنای قلب سیاه میشه، قلب سخت میشه. پیامبر نازنین میگه ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. دورترین آدم از رحمت خدا کسی که دل سیاه دارد. از این کی سیاه میشود؟ وقتی که شما روزی دراز با کار مشغولید، شاید بعضی وقت اگر خدا توفیق دهد و نمازاتون 5 وقت در وقت خونین خوش باشه. ممکن نمازاتون به خاطر کار نکنید یا امر به معروف گوش کردن وقتتون نباشد یا وقتم جدا هم نکنید یا میل هم نداشته باشید میشود یا سیاه. این که سیاه شد برادر عزیز حتی استاد یک مسجد بعد میبینید، مولا را بعد میبینید، موعظه را بعد میبینید و دیگر حقا انتخاب کرد. فقط همین که مسلمانی هم مسلمان